سلام بیامی چیکار میکنی؟ دارم ساندویچ میکر درست میکنم. خیلی خوب. خب چیا داخلش گذاشتی میتونی برامون توضیح بدی؟ اولین چیز اینه که باید مرغ رو اسلایس کنیم، بله کوچیک کوچیکش کنیم. اینجوری؟ بله. پنیر رو شما لطف کردید بیارید. بله. بعد فقط یه سوال، شما میخواید اول پنیر واسهتون بذارم یا اول گوشت بعد روش پنیر؟ تو آشپزی دیرم نظر شما رو پرسم. فرق نمیکنه. اول گوشت میدم. بعد سبزی هم میخواید؟ سبزی خوردن خوشمزه ای. فلفل چطور؟ این فلفلا خب حواستون لطفا به اون دستگاه باشه. هر وقت این فقط سبز بود، فقط این چیز بود، به هم بگو. یعنی آماده است که نه تو شو وا نکن. یعنی آماده است که پخت و پز رو شروع کنیم. خیلی مرغ بسته برای شما انقدر؟ بله. خب حالا میریم بعدی. فعلا رو برم برای شما رو کنم. هر وقت مرغ واسه این یکی هم بس بکید. بسه انقدر یا بازم براتون بریزم؟ حالا جایی بودش که به هم ازاد بشیم قشنگ فیلم بگیریم. خوبه دیگه. حالا بازم مرغ میخوای یا نه؟ خوبه. خب پنیر حالا سومی رو هم درست کن که یهو پنیرشو بذاریم. راست میگی نمیشه. خب الان مامان شما اول میخوای مرغ باشه یا پنیر؟ سبزی روی پنیر باشه. پس فلفل چی؟ خب کنار چیزا میذارم. برای شما هم همقدر که بابا خواست بریزم، اندازه بابا.